دوستان عزیز سلام. امید مسابقه کوچیک داریم همین همشهریان، اما یه لحظه مسابقه کوچیک با هم می‌کنیم. خب بس ببینیم کی پیدا کنیم این مسابقه کوچیک. در ادامه ما همراه بید. قطعاً تو بدر بدیم در ادامه کی بده. آقا سلام. همین رو مصاحبه کنید. چی فرمایش دارید؟ اصلا میدونم شما که شما معرفی بکنید و بگید از چه سالی لشین. مرز میزانیه هم 1337 تاریخ تولد. خدا سلامتی بدی. از اون زمان لشینشا میسید. بله. بازار لشینشا بازار با عشقی. خیلی خوب، خیلی خوبه، خیلی عالی. متشکرم از شما. حرف کنید. خدا نگهدار. بریم ببینیم. سلام آقا سلام. خوب هستید؟ با ما مصاحبه میکنید قربان. خب شما خودتون معرفی میکنید. من رحمت صادقی هستم قربان. زنده باشید. متولد چه سالی هستید؟ 1347. خدا به شما سلامتی بده. زنده باشید. متشکرم. بفرمایید. همین. در دین معرفی کافی. آقا سلام. خوب هستی؟ سلام. قربان شما برم. با ما مصاحبه میکنید؟ نه این بولید. شما فقط خودتون معرفی کنید همین. چی بگم؟ فقط معرفی همین. معرفی کنم. آقای بخشیشی. خدا شما سلامتی بده. آقای من عباسی هستم. خدا شما سلامتی بده. ممنون از شما. زنده باشید. خدا شما سلامتی بده. خدا شما سلامتی. آقا سلام. آقا سلام. مصاحبه کنید همین آره. اما خوبی؟ شما معرفی کنید مصاحبه همین آره. این مصاحبه همین آره. آقا ببینیم چه خبره. سلام. سلام. خوبی داداش؟ شما رو که شما از چه سالی ایلشین شب آزادی سری؟ الان 15 ساله. شما خود کشید؟ کوچه اصفهان. خدا سلامتی بدی. کوچه اصفهانی های باش. آقا سلام. برو حرکت کن آقا. حرکت کن. عمو سلام. خوبی عمو جان؟ خوبی عمو جان؟ سلامت باشی. وقتت بخیر. سلامت باشی. شما برای خود همینجا لشینش هستید؟ بله. کجا ساکن هستید شما؟ شما من خودش چهارراه. چهارراه. خدا به شما سلامتی بده. دست شما انواع گمجای جدید، تمام گمجا دارید. یه وای وای با ما بکن. دست شما در نکن. مرسی. آقا ممنون که مصاحبه ما شرکت کردید. چش همینجا بیا بریم بیا. آقا سلام. سلام مولا مستر. خوبی سی همون. قربان. شما خب بوشو کار. آقا سلام. چطوری عزیزم؟ زنده. قربونت برم ببر ما. فدات بشم. عمو جان شما به من بگو که شما ساکن لشینش هستی؟ آره عزیز من. بعد لشینش رو با دید جای دنیا عوض میکنید. زادگاه من نخی. نمیتونی. هوا نمیتونی. هیچ قیمتی عوض نمیکنه. شما مال خودتون مال کجا هستی؟ مال جوشل لشینشاه. بسیار عالی. به نام آقای امام دوست. خدا به شما سلامتی بده. ممنون که با ما مصاحبه کردید. زنده باشید. ممنون که با ما مصاحبه کردید. مرسی. ممنون. مرسی. آقا ببین داخل بیا. آقا سلام. خسته نباش. شکری. آقایان سلام. سلام خدمت آقای بازار لشینشاه با عشق بیا. بیا ببینیم بذار پیش عمو پرویز. ببینیم چه خبره. ببینیم میزون است. سلام. آقا سلام. خوب هستی؟ آقا سلام. سلام قربان شما. خوب هستی؟ حال شما خوبه؟ عمو پرویز چایش خوب است؟ چایش حرف نداره. راضی هستی؟ خب مرسی. آقا سلام. سلام آقا. عمو پرویز خوبی؟ خودت سلامتی بدی. دست در نکنه. خدمات فنی داخل چایی پایی دکان فنی. صحبتی اگر داری تو این. نه صحبت تو چای تو نه دو چای نری. خب باش. عمو پرویز هم دو صحبت نداره چای هم تو نه تو غروب چای نری. دستم یه تلویزیون شده. خب سلام خدمت آقا میلاد. آقا میلاد خوبی؟ خدا به سلامتی بده. خدا قوت بده. آقا بیا آقا فرزاد امروز فیلم بردار ما هستش. آقا سینا عزیز. آقا سینا یه دونه هیچ آسی هم مصاحبه نمی‌کنیم ما یه لحظه تشریف بیاری اینجا. یه لحظه ده. چشم. سلام. سلام آسمان. خوبی؟ قربون شما به من بگید که
از چه سالی الان شما در اینجا کاسبی میکنید؟ من 29 سال سنمه. بله. من خیلی وقتی از 24 سال 25 سال من تو بازارم. از اون وقتی تو بازار بودی؟ بله. از اون بازاری که دور پارک بود. خدا به شما. خودتون معرفی میکنید؟ سینا هستم. کوچیک همه. دست در نکنه. امین علی مرسی. من به خودم اینجوری هپی فیسه. دست در نکنه. عالی بود آقا. خب آقا مرسی تموم شد بس دیگه. چیکار کردی؟